سلام به کانال من خیلی خوش اومدین دوستان. من این کتاب رو تموم کردم و امروز اومدم در موردش باهاتون صحبت کنم. همونطوری که توی ویدیوی معرفی کتاب بهتون گفتم، داستان کتاب در مورد پادشاهان 6 قلمروه که هر 100 سال یک بار توی جزیره نورفام جمع میشن و توی یک رقابت شرکت میکنن تا طلسم سرزمین هاشون رو از بین ببرن. ژانر داستان دارک فانتزی، عاشقانه، انیمیز تو لاورز، رازآلود، تراژدی احساسی و مثلث عشقیه. امتیاز گودریدرز کتاب 3.83 هستش. روند داستان معمولی و روون بود و کتاب خوبی بود، دوستش داشتم، تجربه جالبی بود، ولی متاسفانه انتظاراتم رو برآورده نکرد. خیلی بیشتر از اینا ازش انتظار داشتم. توی ویدیوی معرفی بهتون گفتم که احساس میکنم که این کتاب وایب کتاب پادشاهی نایکسیا رو میده و هنوز هم میگم که اون وایب رو میده، ولی فقط یکم. بعد اینکه در مورد آیسلا من انتظار داشتم که شخصیت خیلی قوی تری داشته باشه، ولی اونقدری که انتظار داشتم قوی نبود، ولی خب بازم شخصیتش رو دوست داشتم، جالب بود. موضوع دیگه‌ای که باید در موردش صحبت کنم ژانر مثلث عشقی کتابه. من معمولا سریال ها و فیلم هایی که مثلث عشقی دارن رو دوست ندارم و این اولین کتابی هم هستش که من دارم میخونم و مثلث عشقی داره. بخاطر همین نمیتونم نظر خاصی در موردش بدم، ولی من حس خوبی از ژانر مثلث عشقی کلا نمیگیرم و حس و حال خیانت بهم میده و من توی کتاب همش موقعی که داشتم کتابو میخوندم همش اینطور بودم که خب الان که چی بشه، چرا از این ور میپری اون ور و از اون ور میپری این ور. ولی خب اگه کسی ژانر مثلث عشقی رو دوست داشته باشه و دارک فانتزی هم دوست داشته باشه، به نظرم خیلی بیشتر از من میتونه از این کتاب لذت ببره. چیزهای دیگه که در مورد کتاب میتونم بگم اینه که پلات تویست های قوی و خوبی داره. جادو و طلسم سرزمین‌ها به نظرم باحال بودن و امتیاز من به کتاب راستش مطمئن نیستم. یه چیزی بین 3.5 تا 4. نه 4 نه 3.5. یه چیزی ما بینشه. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته بوده باشید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانالم رو سابسکرایب کنید و ازم حمایت کنید. خدا نگهدار.